به واسطه لطفی که اینستاگرام داره هر کس عدم تمرکز داره فکر میکنه که ADHD داره. کار روانپزشک چیه؟ چرا به آدما قرص میدین؟ آیا شما به همه قرص دادین؟ و چه دشمنی با آره چرا اسم شما که میاد نه ایشون که نه. اختلالات روانپزشکی خیلی با کلاس شده، یعنی حتی میشه باش پوز داد. روانپزشکا فقط اینجور قرص یه کیسه قرص دارن، اینجوری میاد هر کی اینجوری مثلا خب یعنی مثلا مشکل عدم تمرکز در بچه‌های کنکوری بسیار زیاد. دیدید که بعضیا بیش از حد از صدایی و عصبی میشن دیگه. هر وقت که شد شکستگی رو یا فشارخون رو یا دیابت رو با حرف زدن درست کرد، خب ADHD و اضطراب افسردگی رو با حرف زدن میشه درست کرد. کسی که تو خانواده مادری و پدرش اضطراب و وسواس و اینا زیاده، این یعنی اصلا ژن این موضوع رو داره. اضطراب یکی از مهمترین اختلال هایی که باعث عدم تمرکز تو بچه‌ها میشه اضطرابش. خود کنکور اضطراب‌آمیز هستش.